سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار تازه امروز 4 مارس در خدمت شما. در تاجیکستان از روز 5 مارس به خواهشمندان شهادتنامه رانندگی بیومتری خواهند داد که بر طبق معیارهای بین المللی آماده شده است. شهادتنامه‌هایی که حالا رانندگان دارند تا 10 سال دیگر اعتبار خواهد داشت، ولی خواهشمندان می توانند این سندشان را زودتر هم عوض کنند. با گفته مقامات با شهادتنامه نوی بیومتری شهروندی تاجیکستان حق دارد موقتا در کشورهای دیگر نیز رانندگی کند. برای گرفتن این شهادتنامه داوطلبان باید 165 سومانی بپردازند. مقامات انتظامی از مالکان انبارهای چرخ ماشین در دوشنبه خواستند چرخهای کارناشایان را از حدود شهر دوشنبه بیرون برند. در این باره بعضی از صاحبان انبارها و تعمیرگاه‌های ماشین در پایتخت بر رادیو آزادی خبر دادند. دستوری بیرون بردن چرخهای کهنه از قلمرو شهر دوشنبه را شرح ندادند، اما بعضی‌ها میگویند ممکن است مقامات با نظرداشت تظاهرات خشونتبار در اوکراین که بالون‌های کهنه در آنجا برای سنگرسازی استفاده می‌شد چنین امر صادر کردند. وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت که به هیچ کس چنین امر نداده است. در شهر دوشنبه نمایشگاه تحت عنوان اکسپو 2014 آغاز یافت که در آن شرکت‌های تاجیکستان، ایران و افغانستان و ترکیه مال و محصولات خود را به نمایش گذاشتند. به گفته مقامات و برگزار کنندگان نمایش، قیمت محصولات در این نمایشگاه نظر به بازار و فروشگاه‌ها در دوشنبه ارزان‌تر است. محصولات عرضه شده در این نمایشگاه از نیازهای اساسی مردم گرفته همچون مواد غذایی و کالایی که برای تجهیزات خانه و کارهای ضروری نیاز هست و تا نیازهای کودکانه. نمایشگاه اکسپو 2014 در دوشنبه تا 8 مارس ادامه می‌کند و سپس در ختلان و سوخت و دیگر گوشه‌های کشور نیز برگزار می‌شود. نمایندگان نهادهای انتظامی و تحلیلگران در دوشنبه مسئله از افغانستان رفتن نیروهای ناتو و تأثیر آن به امنیت در تاجیکستان را بررسی کردند. در این نشست در روز سه‌شنبه 4 مارس مقامات گفتند ممکن است بعد از رفتن نیروهای خارجی افغانستان ناامن‌تر و گروه‌های خرابکار در آنجا فعالتر شوند، اما گفتند مقامات تاجیکستان کوشش خواهند کرد تا پاسبانی مرز با افغانستان بهتر شود. تاجران تاجیک برای فروش عطریات و جلب مزاجان بیشتر در آستانه روز 8 مارس یک راه غیر مقرری را پیش گرفتند. در قاطی عطریاتی که از روسیه و چین وارد می‌شوند، عکس سراینده‌های شناخته صدرالدین نجمی‌دین، شبنم سوریا، نگینا منقلووا و منیژه و نازیه و دیگران تصویر شده است. با گفته تاجران طلبات به این گونه بسته عطریات زیاد است، چون هر کس بسته عطریات با عکس آوازخوان محبوبش را پیدا می‌کند. قیمت این بسته از 15 تا 35 سومانی را تشکیل می دهد. ویدیوی کامل در این باره با اخبار بیشتر در تارنامه رادیو آزادی در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم زمینه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن های هوشمند.